نرخ ارز بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان از 18 اوگوست مقرر نمود. طبق نشانداد بانک ملی تاجیکستان ارزش پول روسیه در بازار ارز کشور 100 روبل 16 سامانه و 42 درم قیمت دارد. طبق اطلاع بانک ملی در بازار ارز 100 یورو 1044 سامانه و 93 درم نرخ دارد. اسعار آمریکایی 100 دلار 1025 سامانه و 85 درم ارزش دارد. نرخ نفت خام نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویلی ماه آینده در بیرژه‌های لندن 93 دلار و 53 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویلی ماه آینده در بیرژه‌های نیویورک 87 دلار و 97 سنت معامله شد. نرخ طلا قرب طلا در بیرژه‌های لندن صبح امروز 1763 دلار و 47 سنت برای یک اونس تعیین شد. تحلیلگران بانک اوراسیایی رشد شماره نوبتی بررسی ماکرو اقتصادی 6 کشور عضو این بانک را معرفی کردند. از بررسی ها برمی آید که افزایش استواری مجموعی محصولات داخلی در تاجیکستان 7.4% در یک سال ادامه دارد. به گفته یوگنی ویناکوروف سراقتصادچی بانک آسیای رشد، در اکثر کشورها به شرافت سیاست هوسمندگردانی مقامات گرانی نرخ ذخیره های انرژتیکی، متال ها و محصولات کشاورزی نتیجه های قوی به دست آورده شده اند. هنگام ترتیب دادن آمار این سازمان از معلومات های صندوق بین المللی پول بر اساس معلومات بانک های مرکزی کشورهای جهان استفاده کرده است. تاجران نفت در قرقیزستان گفتند وضعیت مجبور کرده است که نرخ سوزشواری دیزل را در این کشور بالا برند. سبب اساسی کاهش واردات سوزشواری دیزل از روسیه و گرانتر شدن نرخ آن گفته می شود. به گفته تاجران قرقیز، کارخانه های روسیه در یک ماه اخیر نرخ یک لخت فروشی یک تن سوزشواری را تا به 300 دلار آمریکایی گرانتر کردند. نرخ سوزشواری و روغن مالیدنی در دوام 1.5 سال اخیر در قرقیزستان تقریباً 2 برابر بالا رفته است. باید گفت گرانشوی نرخ سوزشواری در قرقیزستان به بازار تاجیکستان نیز بی تاثیر نمیماند. زیرا بنا به معلوماتی که پیام دسترس کرده است، تاجران قرقیز به طور قاچاق قسمی از طلبات تاجیکستان به سوزشواری را تامین میکنند. منظور رستمووا جانشین رئیس پالاتای سودای تاجیکستان با ولید عبدالرحمن الرشیدون سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان دیدار گفتگو کرده سرمایه‌گذاری مشترک عربستان سعودی در منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان و رشد مبادلات کالا و محصولات بین دو کشور را بررسی کردند. ملاقات منظور رستمووا برای جلب سرمایه عربستان سعودی تنها در ساحه سودای تجارت مشترک تاجیکستان با این مملکت در حالی است که وزارت انرژتیکی جمهوری ازبکستان، وزارت انرژتیکی عربستان سعودی و شرکت‌های سعودی 3 قرارداد با ارزش 12 میلیارد دلار قریب برابر بودجه 4 ساله تاجیکستان امضا کردند. این قراردادها در جریان سفر رسمی شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان به عربستان سعودی با پادشاه این کشور ملک سلمان امضا شد. طبق یکی از قراردادها عربستان سعودی در ازبکستان نیروگاه بادی با ظرفیت 1.5 گیگاوات در جمهوری مختار قراقلپاقستان ساخته می شود. این نیروگاه بادی نه تنها در منطقه بلکه در جهان بزرگترین نیروگاه خواهد بود. گفته می شود این نیروگاه بادی می تواند 1,650,000 خانواده را با نیروی برق تامین کند. سازشنامه دویم همکاری که به رشد تحقیقات و کارکردها و استحصال منبع هیدروژن سبز در جمهوری ازبکستان نگرانیده شده است، با شرکت اکوا پاور اند ایر پروداکتس به امضا رسید. همچنین سند به امضا رسید که در آن گفته می شود عربستان سعودی قصد دارد در 5 سال آینده به مجمع انرژی ازبکستان 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. همزمان در شهر شیرینی ولایت سردریا یک نیروگاه حرارتی با اقتدار 1,500 مگاوات بنیاد می شود و به استفاده دادن آن در 3 ماهه چهارم سال 2023 در نظر است. اقتدار عمومی این نیروگاه های بادی و نیروگاه های حرارتی در سردریا 2600 مگاوات را تشکیل می دهد.